دوست عزیزی میگفت که دوستمو به خاطر خدا نصیحت کردم، چند سال با من قهر شد. پناه به خدا کسی نصیحتمون بکنه بعد باش صحبت نکنیم. میگه تا این که من سرطان گرفتم، خوب دقت بکنی خیلی تکان دهنده است، تا اون نصیحت کننده سرطان میگیره. میگه میرفتم شیمی درمانی، برق به میدادن زیر پوستم، وقتی دست به پوستم میگرفتم فکر میکردم تنوره. تا این که روز آخرین باری که رفتم دکتر گفت دیگه از دست ما کاری بر نمیاد، دیگه شیمی درمانی جواب نمیده و شما 2 روزی دیگه بیشتر نیستی. گفتم انا لله و انا الیه راجعون، کل نفس ذائقة الموت. کار خدا، شکر خدا. میگه رو بستر خوابیده بودم، بدنم مثل تنور شده بود. یک دفعه دیدم که صدای زنگ تلفنم خورد. میگه گوشی بلند کردم، بدنم مثل تنور شده بود، استخوان تو پوست میچرخید. میگه گوشی گذاشتم، یک نفر گفت سلام علیکم آقا سید. سلام علیکم آقا سید. دیگه تا گفت آقا سید، خود تلفن کننده زد زیر گریه، دیگه نتونست ادامه بده. من فهمیدم که این صدای همون دوستی است که به خاطر نصیحت با من چند سال قهره. منم زدم زیر گریه. شنیده بود که من سرطان دارم، دکتر ناامیدم کرده، گفته تو میمیری. عاطفه برادری به جوش آمده، زنگ زده بود که منو حلال کن، حلالی به طلبم. خود این سید بزرگوار میگه که اون اندازه که من خوشحال شدم با تلفن این عزیز که بعد از چند سال صدای هم شنیدیم، که خدای نکرده بمیرم و صدای این عزیزم نشنوم. میگه دردمو فراموش کردم. خیلی وقتا فرصت کمه، امروز فردا میکنیم، رومون نمیشه، طرف میمیره، سرگردان میشیم. اگه فردا توبه کردید، خدا توبه نصیبت کرد، حالا دنبالش میچرخی، نمیتونی ببینیش. خب حسناتش تمام شد، طلبکارا زیادن، حالا باید چه کار کرد؟ دیگه طلبمون بده. دیگه خود چیزی ندارم بهم بدن. حالا از گناه اون طلبکارا میگیرن میندازن رو گناهش. طلبکار بعدی دوباره گناه اون بار سبب میشه میندازن رو گناهش. حالا با یه مقدار گناهش هم به کول بکش. وقتی دور و برش نگاه میکنه که هیچ چیزی براش نمونده، حسناتش که رفت همه به طلبکارا دادن، گناه طلبکاران چه؟ همه انداختن رو کولش. اگر نرسیدی که از طرف حلالی به طلبی، چه کار بکنید؟ بعد از هر نماز 5 وقت باید برای کسی که حقی از او بر گردن توست، خدایا مغفرت، رحمت، بهشت، فردوس، آمرزش، دیدار خودت، هر چیز خوب هست در آخرت نصیب اون کسی بکن که حقی بر گردن من داره و نتونستم حلالی بطلبم از دنیا را. خداوند توبه نصوح و نصیب همه ما و شما بفرمایند. کلام خدا هر چی درباره صحبت بکنیم، فردا دوباره بیایم درباره همین التائبون صحبت بکنیم، دوباره وقتمون تمام میشه، دوباره کلام خدا میمونه. 1400 خورده ساله که علمای دنیا از مسلمان و کافرش دارن قرآن و تفسیر میکنن، عجایبش تمام نمیشه. خودمون خسته نکنیم با کتاب‌های رمان و نمیدونم فلان و فلان.